داخل کشتی لیجی فورس آب ببینید و در داخل کشتی هم آب ببینید هم ماهی‌های زیاد دست شما در نکنه آقای دست بزنید به افتخار خودتون. با همه تاجیکیم؟ همه؟ نه هستن ایرانی؟ نه همه تاجیک هست. اون چند نفر دیگه هم تاجیک شدن. عراقی هست و فقط شد یه خانواده ایرانی برای این تاجیک. خوشمند که فارسی بلدیم. تاجیک همه فارسی بلدیم و من شمارده توضیح میدم که قشنگ متوجه بشید. اینجا سایت مرجان هست، سایت رویاها. ما 300 متر از نوار ساحلی دور شدیم، اومدیم رو عمق 2 متر قرار گرفتیم ماهی ها و مرجان ها رو تماشا کنیم. آبسنگ‌های زیبایی که جلوی شما میان مرجان ها. 3 گونه مرجان شده: اسفنجی، خوشه‌ای و شاه‌گوزنی. کار مرجان ها تو دریا تصفیه کردن آب. هر 10 مرجان در هر شبانه روز 1000 متر مکعب آب تصفیه میکنه. به همین خاطر هست دور تا دور جزیره کیش آب کاملا شفاف و زلانه. یه کار دیگه که مرجان ها تو دریا انجام میدن اینه که ماهی ها میرن لابلای مرجان رو تخم‌ریزی میکنن. مرجان های که رنگ تیره دارن زنده هستن، اونم که کاملا سفید شدن، خشک شدن و مردن. مرجانه شاه‌گوزنی سالی 1 سانتیمتر و مرجانه اسفنجی و خوشه‌ای هر 10 سال 1 سانتیمتر رشد میکنن. به جثه کوچکشون نگاه نکنید، اینا هر کدوم چند هزار سال سن دارن. جزیره کیش جزیره مرجانیه، میلیون ها سال طول کشیده از به هم پیوستن همین مرجان‌ها جزیره کیش به وجود اومده. پس این جزیره زنده است، نفس میکشه و رشد میکنه چون از مرجان‌های زنده تشکیل شده. بریم سراغ ماهی‌ها. قبل از اینکه ماهی‌ها رو بهتون معرفی کنم، همکار خوبم سرکار خانم بهری رو بهتون معرفی می‌کنم. یه دست به افتخارش بزنید. کار نقش همه انجام میدن، نمونه کارشون توی آلبوم دستشون هست، بسیار زیبا و ظریف. توصیه میکنم حتما از هنرش استفاده کنید و با خودتون یادگاری است جزیره زیبای کیش به همراه ببرید. آلبومشون رو میده اینجا دست به دست بچرخونید تو سالن، هر که خواست بگه براش انجام. ماهی‌های کوچیک راه که الان میان و شما میبینید اینا تایگر هستن. ماهی ملبان هم بهشون میگن. تایگرها خوردنی نیستن، رشته تلخی دارن، از این بزرگتر هم نمیشن. تعدادشون زیاده به خاطر